سلام به همه. خوش آمدید به یک بررسی عمیق دیگر از رویدادهای جاری. امروز بر روی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه تمرکز می‌کنیم. سرتیپ امیرعلی حاجی زاده از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار جدی داده است. هر گونه اقدام خصمانه علیه ایران با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد. این هشدار در پی حمله موشکی اخیر به اسرائیل با نام عملیات وعده صادق و صورت می‌گیرد که مقامات ایرانی آشکاران از آن حمایت کردند. این عملیات پاسخی بود به اقدامات اسرائیل در فلسطین و لبنان و همچنین تلاش‌های ادعایی برای خرابکاری در داخل ایران. ایران متعهد شده است که در صورت هر گونه حمله بیشتر اسرائیل با نیروی حتی بیشتر پاسخ دهد. از اوایل اکتبر تا دهه است، اقدامات اسرائیل منجر به تلفات قابل توجهی در غزه و لبنان شده است، از جمله کشته شدن رهبران مهم مقاومت. هشدار ایران تحت این کشور به حفاظت از منافع و متحدانش در منطقه را برجسته می کند. پاسخ قاطع ایران تنش‌های فزاینده بین ایران و اسرائیل را نمایان می‌سازد. اوضاع همچنان بی‌ثبات است و در صورت احساس تجاوز بیشتر از سوی هر یک از طرفین، احتمال تشدید بیشتر وجود دارد. جامعه بین‌المللی از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و بر خویشتن‌داری و گفتگو برای جلوگیری از درگیری بیشتر تاکید می‌کند. در همین حال، ایران قدرت نظامی خود را با حملات موشکی به اهدافی در سوریه، عراق و پاکستان به نمایش گذاشته است. محمد رضا آشتیانی، وزیر دفاع، بر توانایی‌های موشکی ایران و تعهد این کشور به واکنش متناسب به هر گونه تجاوز علیه کشور تاکید کرد. این حملات پیامی هم به مخاطبان داخلی و هم به بازیگران بین المللی است. هدف این حملات موشکی اطمینان بخشیدن به جناح‌های محافظه‌کار در داخل ایران و تایید حمایت این کشور از گروه‌های شبه نظامی متحد است. این حملات همچنین به عنوان هشداری به اسرائیل، ایالات متحده و سازمان‌های تروریستی مختلف در مورد عزم ایران برای دفاع از منافع خود عمل می‌کند. علیرغم این لفاظی‌های قاطعانه، کارشناسان معتقدند که ایران با دقت از تشدید تنش‌های بزرگ برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه اجتناب می‌کند. علاوه بر نمایش قدرت نظامی، نقاشی‌های دیواری و بنرهایی در تهران پدیدار شده است که حملات موشکی اخیر را جشن می‌گیرند و هشداری جدی به دشمنان می‌دهند. این تبلیغات بصری بر این پیام تاکید می‌کنند که ایران آماده دفاع از خود و پاسخ به هر گونه تهدید علیه امنیت و منافع ملی خود است. این یک وضعیت پرتنش و پیچیده است که برای همه طرف‌های درگیر خطرات زیادی وجود دارد. ما شما را در جریان اطلاعات بیشتر قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید و فراموش نکنید که برای تجزیه و تحلیل عمیق‌تر لایک، نظر و اشتراک گذاری کنید. از تماشای شما سپاسگزارم و تا دفعه بعد آگاه و ایمن بمانید.